قدرم و مدارانی سویت ایران. ما در هر یک جا امر معروف میکنیم، وادار میکنیم که شرایط بده شده است. هر یک بنده مسلمین باید فهمد که هر یک قدم ما گناه است. چون که میگویند جوانان زیایان آینده ملت است. اکثر زیایان حاضر است، تاکید میکنیم که بچه‌ها جون تپروس نکشه، ناس نکشه، اتمرد باشی بنگ بزن، افیون بزن، گیر بزن، ککین مریخوان بزن. تو نامرد هستی به من ناس میخری همون پیوه غدا شکمت برم که دیگه قبلی ساقرم آری میمری سپیر زنی کنیک پنجی باز کزن که یک تبینه بگه مرد است. این نامرد برادر به همون چشمی بد نگاه میکنی، در همون دخترها در همون بیوزنها نگاه میکنی، حسد میخری، این نامردی است. میتونه قپیدگی تا فوز مانده گویده میگی وقتی مرد هستی نامردی نکن. ما در هر جا میزنیم همین مسئله رو میبینیم. هر مرد باشه قپیدگیش یک روز کده گویده میگیره، نمیتونه کون تا بجا. با همین برادر عبری معرفی خانزینه ما با خنسید کسی که یگان عرض شکایت دارم همه به عرض زیرین نال خودی سیاد که دنگ زنید با ما در تماس باشه.